سلام بیننده های عزیز، امیدوارم که همه شما جور و تیار و کلگی شما خوب بشین. دیگه یه است منطقه سرتاله برنای دیگه اونو پایین است سرتاله تاینه که پایین است سرتاله تاینه دیگه. اینجا آمده منطقه سرتاله مربوطی ولسوالی پنجاب میشه دیگه. اینی سرتاله برنای اونجی یک کاکا در او گرست کچالو را او میدیه بریم پالویش که کدام گفتنی داره. سلام کاکا جان. وعلیکم سلام. خوب است؟ بخیری؟ سلامتی بخیری؟ یا خوبی؟ سلامت باشی بخیر. شکر. کار میکنی؟ یعنی نیالا قلی کچالو بودم. کچالو میدی؟ دفعه بره. او مثلا کدام ذخیره اونطورا نور مور نداره ای کچالو او بدی؟ یه انسان نوادی کنده که ذخیره ماتا کم میشه. ذخیره خوب تجار نکنم که دم خودی شما. ایرم تو دفعه او میدی مثلا؟ دفعه با آمیدم. یعنی راج دور بود مثلا که مال راست کنی. مثلا کچالو را هم دفعه با او میدی و دیگه درختارم؟ آره می درختان دفعه با آمیدم. چه به خواجه کرده. خب این نیالای کی چنده مثلا چرخم نیالای کدام میوه است؟ این نوگا تو درخت سیوا. آره. دیگه در آینده بخیر دل ماتا کی دیگه بسیار باغ کلان جور کنم. خب ان شاء الله میشه. بخیر با امید خدا هست. خب یک چند دقیقه وقت شما رو میگیرم مثلا کدام بیت مایل دو بیتی چهار بیتی مثلا داشت میاد داشت مجازم رفت میاد دایق منیه اگه سعی که اگه دایت دست کن جهان آره ما می دخانی میکنه بیتار دیگه می دخانی خسفونه و میخواد بیتار والا دهقانی دیگه کل مردم مثلا خوب اونو خانه خدا از خود ماست دیگه نه گای چش گای بادی کسان بوده میگم دیگه خلاص بوده خالی یعنی اجاری در خسیه اینو سر ما نسنده خب این دیگه چند نیال است؟ همین یک سال 20 نیالا چند چیزه و مثلا درخت نوگش دوشی یک دایشی درخت نوگ دیگه سیوا نره خب یاره باز از کجا گرفتی دی؟ یار از غور آوردم از غور ولایت غور دانه چند گرفتی دی؟ همه را دانی 80 روپیه آره خط بازمان خط برای میره خوبه میام خوبه قلمت میرم کنک آمودی دیگه نه خوبه خود اینطور را بودی خوش نشه باشه نه اینطور میگیرم که اون کالو پس مدان است و ابتار کنه گرمی میکنه نه این تاورم چی میکنه آره آمودی یه دایم دمزی آبی شیر آب میدی؟ دا شیر آمودیم دیگه نود دا بالا است تاورم میکشم یا خیلی سابقه بود ما بودیم مثلا دیگه کفایت نمیکنه دیگه نه کفایت نمیکنه قلیمت دیگه دیگه خانه هم بوده نه پایپ بوده در خانه آره پایپ کشی کنه آواز داشت دیگه آواز داشت دیگه این مثلا منطقه کجام کدام منطقه این منطقه سرطالایه سرطاله برنایه های نقل کنه تا اونجی تا است و تایا مرتضی تایا یا اگه مرتضی مگه و تا است و نمبری تا کنه نمبری نو بالا نو جا که یک افتشتال شده آره یک دیگه تا بودیم صد متر خلاص یک کدام باید ماید اگه بلدی حالا باید من بلد باید نیم بلدم دیگه چطور قریب کاری مثلا اقتصاد که چطوره و اقتصاد نیه بچه گمون روز چلو است روز چلو امون روز چلو اون خوبه خدا رو شکر کن آره روز چلو است روز چلو است خوبه این چطوره دیگه خب کدام گفتنی اگر در بیننده ها نه گفتنی نداره دیگه گفتنی نداره این چطوره دیگه
خب گفتنی نداره؟ نه ما دیگه گفتیم نداریم دیگه یعنی آبی سخنه آره یعنی یه تر بار کم نکنیم خیلی پس بالا دور بود کم نکنیم یعنی بالا این خوردیم دیگه آجی با آب ما بالا بود میکشیم بخیر دیگه والله خیلی دور بود آره زمستان دور بود داو لنگ میرفتیم این حالا آتی داشت دیم خب دیگه کدام باید میت که ولد نی دیگه پکایی پکایی نه والا پکایی ما ایت ولد نیم اگه کارایی دی؟ باید اگه بلدی باید بخواه؟ نره اگه بلدی خب باید می نه باید نمیدونم خب بگم؟ نره همون بلند Allah دختر بپندی مادرت کن تراشوشی ببری چادرت کن تراشوشی ببری چادری سن تو را دانی خدا روی دیگردان خدا روی دیگردان نه نه اینو پیاد کداشتیم دیگه خوبه خب دیگه خب بیننده های عزیز دیگه یک کاکای جدید یک کاکای دیگه هم پیدا کردیم که تازه آمده دیگه با ما باید میخوانم خب کاکا اول خود را به بیننده ها معرفی کن بیننده ها معرفی کنم من اسم احمد ظاهر است از ولسوالی پنجاب قریه بین تاگاورگ و تارافس هستیم دیگه خدمت شما عرض شود که شما چیز تقاضا پیدا از ما شما تقاضا اینه که یک چند دو بیتی یا چهار بیتی اگه بلدین دو بیتی ناچیز بلدم که نیستیم یک کم صدای تلخ کامل بلده شما اگر البته میتونم سخت‌تر بخوام سخت‌تر که یاد ندیم هر چی که آمده آمدم خب مثلا بخوان دیگه سخت من روزی که تو امامو کردی ای رو خدر راز زلفت شامو کردی ای رو خدر راز زلفت شامو کردی یعنی برادر یک صدای تلخ شما دریغ نکنم تشکر دیگه کدام دیگه اگه باید دو بیتی یا چهار بیتی اگه بلدی بلد نیستیم از ما یک فکر کنیم بر فعلا در تسلیم ازی ایدر کاکام نه او خب باید خواند شما یک کم بخوانه خیلی ما ندیدیمش خب کاکا ایدر اگه شما اگه یاد دارین یک کم همینجی یک آهنگ بخوانه آهنگ بخوانه فرق نمونه ایدا چیزم نیه دنبرم نیه نه خیلی امون تو بیدون دنبره همین دشتکی ما شما خزی دشتی سفید قلب بالا میرم ولی رخ صد بیدی سنو خانه میرم ولی رخ صد بیدی دل مده پس ما و یکک با صد بیدی برو شد نفس ما بیشک تشکر بیشک خوب شد این تشکر شما دیگه دیگه این بیتار از کجا یاد گرفتین شما؟ ما از همین فکر ذهن خدا میتونی در چپانی و در همینجا چپانی یاد گرفته؟ یک دیگه تفریح میرفتیم اینجا پشت بالان دیگه همینجا میخواندیم یک لحظه ما بین خود هم قلوق و رفیقا همینطور یک تفریح میگرفتیم که شاد بشیم آره دیگه مثلا کاری غریبی دیگه یا اقتصاد شما چطوره؟ اقتصاد خوب اما روز تیر میشه دیگه پول پس انداز نداریم یک روز هم تیر میشه گاهی تلخ و گاهی خوب اقتصاد ضعیفه دیگه در افغانستان کاربار نیه این کارباری مردم فقیر مردم از افغانستان خدایش بدونین که تا بسیار چند سال نه جنگ و جدال و خشونت زیاد بود
این دولت ها بین مردم شد. آره همون طرح دیگه. دولت پسمان افغانستان دی. عالم شکر عالم بازم شکر داری همین امن است عالم شکر. شکر. امنیت است منتها بیکاری است این میشه. مردم یک ذره خسته کده. امنیت بدم خوب مرا بیکاری خیره. آره وش دیگه شکر. مثلا از قریه قصه که چه رقم رسم رواج دارین در تویموی دیگه. در تویموی که رسم رواج خوب است. یک ذره می حسابی چی گفتی از حسابی تویموی خوب توی میشه شاد و بسیار خوب آهنگ مراسم خوب میگیره توی. مثلا خیلی اینطور مصرف بول مصرف کم والا مصرف چند نفر جمع میشه یک محفل عروسی چند نفر عروسی یالی گاه زیاد بود یالی که کم شده منبر شده بعضی دونیم بس منبر است یالی در محفل عروسی یگان بعضی جاها 100 نفر بعضی جاها 1.5 از زیاد نمیشه. از مصرف توی ما بین همی گله بسیار بالا رفته. گله اینوی مردم یک ذره رواج افتاده دیگه کنه گله کو قدر چیز نیه نه عجیب که نیه نه عجیب نیه مثلا یک چند استفاده جمع شه که یه رسم رواجی که مثلا خیلی یعنی مصرف بال مره باید کم کنی نمونه کس نیه برادر. کسایی که مثلا دختر زیاد داره او خوشه کسایی که بچه داره باز دیگه بعضیا میگه نه بچه داره دختر داره میگه نه میگه مابین بشه مقدر بشه که یک پورا بیتنه مثلا وای که پول داره خوب است وای که نداره بی بزاعده بیچاره در میمونه این بچه هایش بی خانمان دیگه آخر سرگردان پریشان بیکاری این سخت نه بس سخت تمام میشه خانی خواب شیام آباد نمیشه پیر میشه بازاری. این سوال برادر. دیگه خیلی تشکر دیگه یک چند دقیقه وقت شما رو گرفتیم دیگه. زنده باشین. بخشش باشه دیگه. از شما بخشش باشه. تشکر. دیگه کدام گفتنی اگه دارید به برنامه آخر. برنامه آخر شما کدام گفتنی اگه در بیننده ها. در بیننده ها اینمی است که همین شما در بالاجای در یوم جهانی کدام برنامه دارید یا ارتباط دارید نه؟ باید اقتصاد و وضعیت مردم افغانستان باید در جریان بگذارید صحبت کنید که فراموش نکنه افغانستان دولت های ثروتمند نه؟ افغانستان بسیار فقیره باید کمک قد نکنه باید ادامه بده هر نوع کمک های امکاری افغانستان کمک هم کرده. تشکر از جام جهانی. چطور می حسابانی است؟ بیننده های عزیز امیدوارم که از این ویدیو خوشتان آمده باشد دیگه لایک و کامنت یادتان نروه دیگه تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدار.